گلهای تازه، برنامه شماره 4، سوت دل. یکی بر دیگری نالون در این دشت، به چشم خونفشون آلاله می کشت. همی کشت و همی گفت ای دریغا، که باید کشتن و هشتن در این دشت. غم عشقت بیابون پرورم کرد، هوای عشق بی بال و پرم کرد. به ما گفتی صبوری کن صبوری، صبوری بی تو خاکی بر سرم کرد.
مرا نه سر نه سامون آفریدم، پریشونم پریشون آفریدم. پریشون خاطرون رفتم در خاک، مرا از خاک ایشون آفریدم. خوشانو که از پای سر نزونم، میونه شال خشک کنشتای کعبه بای بود خانه بوده، کنشتای کعبه بود خانه بوده، سرایی خالی از دلبر نزونم، سرایی خالی از دلبر نزونم. ز دست چرخ بارون داد و دیر هزاران ناله بود فریاد و دیر نشسته دلستونم با خس و خای، چگونه خاطر خود شاد و چگونه خاطر خود شاد و
هزاران غم به دلم دوت دل به سینه آتشی افروخته به یکای سحرگاه از دل تنگ به یکای سحرگاه از دل تنگ هزار مدعی را سوت هزاران مدعی را سوت کسی که سوت دل عشقش چنین بیده همه شو سوجان همه رو به تشامم چنان روزم چنین بی به تشامم چنان روزم چنین بی دل 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 جونی جونم بیته اشکم زموش گونه ترویی بیته نخل امید دوم بیبرویی بیته در کنج تنهایی همه روز نشینم
تا که عمرم بر سر سری سوی سری خون آوریجه سری سوی سری خون آوریجه دل آزاک و سای شیشم بین اگر آی که شامد شام بین سشگم گر بود خونین عجب نیست مدارم که خون در ریشم بی مدارم که خون در
که روزم تیرگون بی شدم منت کشه کوی محبت شدم منت کشه کوی محبت ز دست دل که یارب غرق خون بی شوبیت سرو بر بال شوی چنین از استخوان ناله شوی شو به هجرون شو به هجرون شو به هجرون به جای عشق و از چشم به مژگون شعله های آتش آیی به مژگون شعله آیی آتش آیی دل نامهربون دردت بجورون جونی جون مرا نه سر نه سامون آفریدند، پریشونم پریشون آفریدند. پریشون خاطرون رفتند در خاک، مرا از خاک ایشون آفریدند.
برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 4 بود که با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی و حسن ناهید در مایه ماهور اجرا شد. دو بیتی‌ها از بابا طاهر، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جانفرد.